واکسینه یکی از عامل‌های اساسی پیشگیری بیماری کرونا ویروس میباشد. عین حال در کشور واکسیناسیون عمومی جریان دارد. از این سبب به هر یک شخصی از 18 سال بالا گرفتن واکسینه حتمی است. حالا در ولایت سوخت طریق واکسینه های مدرنا و کروناواک استحصال شرکت آمریکایی و خیتایی هستند جریان دارد. وقتی واکسینه گذارانی آغاز شد و ضرورتی گرفتن واکسینه را با مردم فهمیدیم. کارمندان با اشتراک البته با اشتراک کارمندان تیپ. بعد مردم ما که تابع مرکز سلامتی 4 می باشیم، اهالی ساکنان محله چشمه ارزنه با مرکز سلامتی 4 رفته واکسیناسیون گرفتن. خیلی فعال رفتن. حتی از یک کوچه ملک سواره زیاده از 60 نفر رفته واکسینه گرفتن. و یک قشر معین ساکنان محله که حالا کار میکنن خواهش کردن که بعض از ساعتی کاری تشکیل کشد تا که هم امکانیت پیدا کنند که آمده واکسیناسیون گیرند. و با خواهش مردم امروز که باز دینا گروه بسیار مردم آمدن خواهش کردن که امروز گیرند. من امروز با کارکنان طبی واکسیناتور آمدن حاضر با واکسینه گذاری رو آغاز میکنیم و امروز هم دوام میدیم. در محله چشمه ارزنه شهر خوجند 6,500 نفر زندگی میکنند. از این شماره اهالی تا امروز تقریبا 30% اهالی این منطقه واکسینه گرفتند. روز گذشته با خواهش ساکنان در محله واکسیناسیون گذرانیده شد. آن زیاده از 3 ساعت دوام کرد. با آن که در مرکز سلامتی این منطقه تشکیل شده بود بیش از 60 نفر ساکنان آمدند که از این شماره تنها 34 نفر آنها واکسینه را قبول کردند و 10 نفر دیگر باشد دکتران گرفتن واکسینه را بنابر وضع سلامتی توصیه ندادند. روز گذشته در محله ما واکسیناسیون بر ضد بیماری کرونا ویروس کووید 19 گذرانیده شد. 34 نفر واکسینه گرفتند. واکسینه گرفتگی ها آرزش نبود. رفته حالتاشون پوستیم همش حالتاشون ناست تمپراتوره ندارن. ساکنان محله چشمه ارزنه روز گذشته از واکسینه آمریکایی مدرنا استفاده کردند. تا حال یگان آرزه بعد از گرفتن واکسینه دیده نشده است. اقدام مذکور از جانب رهبری محله چشمه ارزنه راه اندازی کرده شد که واکسیناتوران به مرکز سلامتی آمده ساکنان را از ایمونیزاسیون گذراندند. هدف جلب هرچه زودتری اهالی به واکسیناسیون و پیشگیری نمودن بیماری سرایتی کرونا ویروس است. گزارش مهرانگیز عبداحد و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.